چیکار میکنی؟ گفت الله تعالی قصه من درازه، بیا بریم با هم یه چایی بخوریم. رفتیم نشستم. گفت من یک شکست عشقی و یک شکست احساسی تو زندگیم خوردم. نامه قصهش مفصل بود، ما دانشجو بودیم، چنین شد چنان شد، نامه هایی از یک محبوبی من میرسید، هر جا اسمش بود بوسه میزدم، چنین چنان نامه هاشو که میخوندم حسی حالی داشتم، تا ای که او مرد و با مردن او الله من رو با خودش آشنا کرد و من فهمیدم عشقی کسبه رنگی بود، عشقی نبود عاقبت ننگی بود. بعد گفتم بیام با خدای این آشتی کنم. بعد باعث شد یه شبی من توبه کنم. حالا وقتی قرآن میخونم یادم از اون نامه ها میاد، میگم عشقی که با اون نامه داشتم چرا با کلام ربم ندارم؟ اسم او رو میبوسیدم، چرا هر جا اسم الله تو کلام او میاد نبوسم؟ حالا برای